خیلی‌ها نمیدونن ولی اینیستا داشت تقریبا از فوتبال کنار میرفت. برگردیم به دهه 2000. اینیستا بچه آروم و لاغر، اون اصلا سریع و قوی نبود و مردم میگفتن که اون آماده بازی تو سطح بالای فوتبال نیست. ولی یک نفر اینیستا رو با دقت دنبال میکرد، در حالی که بقیه تمرکزشون رو اسمای بزرگ. فرانک رایکارد یه چیز خاص تو اینیستا دیده بود. پس تو 29 اکتبر 2002 در جریان بازی لیگ قهرمانان مقابل کلوب بروخه، رایکارد قماری کرد که بعداً تبدیل به بردی بزرگ برای بارسلونا شد. او اینیستا 18 ساله رو فرستاد توی بازی، ریسکی که خیلی از مربیات اروپا نمی‌کنن، ولی رایکارد به او باور داشت. اینیستا اون شب گل نزد و حتی پاس گل هم نداد، ولی جوری که حرکت میکرد، پاس میداد و آروم بود، کاملا مشخص میکرد که این پسر متفاوت. از اون روز رایکارد شروع کرد به اعتماد کردن بهش. بازی به بازی، فصل به فصل، اون پسر بچه لاغر 4 تا CL، 9 تا لالیگا و یک جام جهانی که با گلی که خودش در فینال زد به دست آورد و تبدیل به یکی از بهترین هافبک‌های تاریخ فوتبال شد.